الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قل بگو لعبادي الذين آمنوا، بگو مربندگان مرا که ایمان آوردن. چه رقم ایمان آوردن؟ الله خالق ماست، الله مالک ماست، الله متصرف ماست، الله عزت دهنده ماست، الله ذلت دهنده ماست، الله شفا دهنده ماست، مرض دهنده ماست و همه چیز در اختیار الله است و ما مکلفیت داریم که او را به تنهایی یاد بکنیم. این عقیده باز همین عقیده خود تبلور بخشیدن در چی؟ یقیم الصلاة، برپا دارن نماز را. عقیده را عکس العملش از چی نشان دادن؟ در نماز. و نماز در حقیقت اما تبارز دهنده بلندترین مقام توحید است. وقتی گفتی الله اکبر دیگه ختم شد. سبحان الله شما در اوجا میگین، الحمدلله در اوجا شما میگین، الله اکبر شما در اوجا میگین، تسبیح و تحلیل همه چیز در اینجا. من نماز در حقیقت یک عبادت عمومی و شمولی کل اجزای دین است. همه چیز در اوجاست. همه چیز در اوجاست. آداب در اوجا رعایت میشه. چه عجیب ادبی رعایت میشه. سجده، رکوع، قیام، قرائت و بلندترین وجهش در اوجا نمایش داده میشه. پس برای بندگانیم که ایمان آوردن بگو که یقیم الصلاة، بگی که به خاطر خدا که با الله ارتباط داشته باشیم برپا دارد نماز را و در پهلوی از او و ینفقوا مما رزقناهم، و خرج کنن آنچه ما روزیشان دادیم، سرا و علانیتا، پنهان و آشکار. پنهان و آشکار در راه خداوند مطالعه بدن، یعنی در جایی که پنهان ضروری بود پنهان باید بود. و رسول الله علیه السلام میفرمایند که بهترین صدقه کدام است؟ که دست راستت بدهد و دست چپت آگاه نشود. این کار بکن، بهترین هدیه هم است. و علانیتا چه وقت میتی؟ هنگامی که تو سبب تشویق دیگر راشی، در اوجا علانیتا بده که مردم دیگه هم تشویق شو. یک مسجد می ساختیم بگن که اینا قمه گذاشتم بیاین دیگه شما هم بزن. یک یتیم حمایت میکنه، اینا قمه حمایت میکنه دیگه شما حمایت. در هر کار خیر این کار بکنید. هرگاه خرچ ما سبب تشویق دیگه مؤمنین شد در اوجا پت نکنه، در اوجا پتش نکنه میرود. یک کسی پرسان کرد از امام اوزاعی رحمت الله علیه، برای گفت که صاحب من خبر میشم که یک کسی وفات کرده، هیچ خوشم نمیاد که من اونجا برم، خوشم نمیاد، ولی از شرم مردم میرم. آلی در اون جنازه خود میرم، ما خود میفهم که به خاطر خدا نرفتی. این چطور میشه؟ چون دیگه به خاطر خدا نمیرم دیگه، خیلی نرم بهتر از زیر خود فایده دارو ندارم. امام اوزاعی برو میگه دمو هم ثواب است، برو دمو هم ثواب است، برو. کسی برش میگه که انما الاعمال بالنیات، دیگه نیت که نباشه دیگه عمل نتیجه نمیده. باز میگه نه، وقتی که رفتن تو سبب سرور و خوشی یک مؤمن میشود، الله در خاطر از او بر تو اجر میده و ورثه از اون میت به آمدن تو خوش میشود، یک نوع مباهات میکنه. بدن برو در اونجا خیر است. این تعبیر قبلا بود که یعنی سبحان الله، اگر از یک طرف صدقه علانیه یک کمک به ما شما همو چی ما رو خراب کردم، اخلاص ما رو، ولی از طرف دیگری توسط از او خیر بسیار زیادی را برای بلند کردن یک قضیه این می آید. از این خاطر خداوند متعال را پس بر تو چی میکنه؟ پس بدل میده. الله متعال سر ما رحم میکنه. بنان در این قرآن امیره میگه که و ینفقوا مما رزقناهم، آنچه که روزیش دادیم او را باید انفاق بکنن، سرا و علانیتا، آشکار و پنهان و آشکار. من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که بیاید روزی که لا بیع فیه، که خرید و فروش در آن نیست. لا بیع فیه، خرید و فروش در آن نیست. ولا خلال، و نه با یک دیگر دوستی میتونن، نه با یک دیگر دوستی میتونن و نه هم خرید و فروش میتونن. قبل از اینکه همون یک روز بیا شما این کارا باید بکنید. و از این خاطر بود رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک چنان انفاق میکرد که در یک حدیث از رسول علیه السلام ما شما میخوانیم که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، پیغمبر جوادترین مردم بود
باز حضرت عایشه میفرمه که اقا جواد بود که از باد تیز کده تیز میوزید، از باد مرسله. چرا این باد مرسله را گفت پیامبر علیه السلام؟ میگه باد مرسله معنیش که باد که تو بیایه، باد که میاد، این بادت نمیه که تو فقیر هستی سر تو کم میوزم و او پیسه دار است سر زود میوزم، این مریض است، این فلان است، این خان است، تو میه، اما تو که میه سر کلگی میه. پیغمبر علیه السلام خیرات هم تو میده، فقط خیرات نه، پشت از این نمیگه که تو تحقیق کنن که تو داری نداری، بگی یک مؤمن هم تو باید بوده باشه. و رسول علیه السلام جای دیگر میفرماید که میگه سر دوشکت نباید بشیند مگر مؤمن و نانت نباید کسی بخوره مگر متقی. همیشه باید کوشش بکنی که تو باید میمانخانه داشته باشی، باید مسلمان در خانه بیاد و نانت کوشش بکن به افراد متقی و پرهیزگار بدی. و در اینجا میگه ایرا بتن حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام یکی از عظمت شأنش می بود، مبارک بیرون استاد میشد که کس نبود بیا امر نام بخون، بیا امر نام بخون. و هر مؤمن ضروری است که بهترین صفتش هم سخاست. و رسول علیه السلام میفرماید که هر صبح در خانه تان ملائکه پایین میشه و میگه اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسکا تلفا. پس خدا کسی که همون دست خدا گرفته و انفاق نمیکنه مالش برش تلف کو، بی برکتش بکن. کسی که در راه خداوند متعال انفاق میکنه عوض خدا برش بده. انما صدقات تطفئ غضب الرب و میت السوء. بهترین صفت بعد از توحید، بعد از لا اله الا الله در وجود یک مؤمن سخایش است. بدترین صفت بعد از شرک همون سوگتی است و بخلی است که الله ما شما نگاه بکنه. پس از این خاطر قرآن میگه که کسی که زیاد انفاق زیاد داشت به همون اندازه خداوند متعال برچی میدهد، برش عزت میدهد، جایگاه برش میدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میره به دختر حاتم طایی امت میگه، دختر حاتم طایی که امت میگه دستگیر میشه، بعد میگه که من شناختی؟ پیامبر هستن که نه تو را نشناختم، من دختر حاتم طایی است. یتیما را حمایت میکردیم، به مسافر نان میدادیم، به فقیر نان میدادیم، این میکردیم. پیامبر کالش شد به من مرا باید آزاد کنی، به من سزاوار نیست که من اسیر باشم. پیامبر علیه السلام گفتی صفاتی که تو گفتی صفات مؤمن است، مسلمان چون این صفات دارد. باز گفت که ایره ایزا آزاد کنی. گفت مال مرم بده، گفت مالش هم داشت بده. گفت نه قوم مرم آزاد کن. پیامبر خدا گفت قومش هم آزاد کن. دقیق شده. یعنی چرا این کار کرد؟ تو گفتی که پدرم اتو سخی بود، ببین این سخاوت سعی کن که هم تو را ایزا کردم، هم مال تو را دادم، هم خانواده تهیلا کردم، هم قوم تهیلا کردم. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس. به اندازه جواد بود پیامبر ما علیه السلام که صحابه کرام میگه که ما بارها دیدیم که یک چیزی که به اختیارش میبود که طرف سعی میکرد دلت میگشت گاله برد میداد. و حتی همون قضیه چپن یک زنکه بسیار خوبش برای جور کرده بود، اور پیامبر لسان که آورد که پوشیدش بسیار مقبول خوان. صحابه بسیار زیاد خوش شدن که نمیالی کدام فارسی ها و رومی ها و کدام یکی که میاد پیامبر لسان هم را بپوشن. یک صحابی دست خدا یا رسول الله میره خوب آمده، پیامبر خدا فورا کشیدش برش داد. این صحابه ابلق که به طرفش دید و ترسید که والله ما از این مرگ بسیار زیاد میترسم. همین را گرفتن که باز دمی برم کفن بودیم. صحیح شد. این در حقیقت امو رسول علیه السلام جوادترین انسان بود، جوادترین انسان. و عملا هم بر ما برکت جوادیت را داده. عملا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانیم که پیامبر ما علیه السلام یک کاسه شروع بود، حضرت انس بن مالک گفت برو فلان را صدا، و هر کسی که میدی برو صداش کن. بس حضرت انس میگه من وارم صدا کردم، هر کسی گفتن که بین خانه پیامبر خدا میمان است. 10 نفر میومدن نان میخوردن میرفتن، نان میخوردن میرفتن. بیش از 300 نفر نان خورد. اصل تو فکر نکنین، در ذهنتون نبیاد که در خانهت میمان بیای و توی فکر بکنی والا کم نشه، هیچ کم نمیشه، بیهی باور داشته باش، هیچ کم. تو فقط عقیده جور کن
الله متعال برات میرسونه، با برکت برات میرسونه، کلگی هم سیر میکنه. این تصویر نباید داشته باشه که میمان سرتون گران تمام شود. کسی که و خصوصا طلبه علم کتاب الله را میخونه، هرگاه که در خانه دیدی که طالب علم بر دقل باب کرد، نان بهترین نان تبرش بکش، بهترین نان تبرش بکش و شکر بکش که خدایا اگر یک لقمه ما در شکم از این حافظ کتاب الله در عالم از این در شکمش می رود، رب العالمین امو کلمه را هر قدر که میخواند ثوابش به من میرسه، هر قدر که میخواند. پس جوادیت یکی از صفات مؤمن است، جواد. و این صفت تحقیق ببخشین، سوگتی نکنین که مالتان طلب لذت هم نمیبرد، لذت هم نمیبرد. من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که بیاید روزی که لا بیع فیه، خرید فروش نباشد در آن، ولا خلال، و نه هم با یک دیگر دوستی. دوستی توسط چی به دست میاد؟ توسط انفاق. وقتی که تو با دوستت انفاق نکنی، دوستی از کجا میشه؟ از خود پیامبر گفت تهادوا تحابوا، هدیه بتین تا دوستیتون محکم شود، هدیه بتین. الله الذي خلق السماوات والارض. آلی چون کم نشه رزق ما و با انفاق از بین نمی رود، به خاطر از این خاطر میگه الله ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، خالق کل کائنات است، حاجت روای تمام مخلوق است. الذي خلق السماوات، آن ذاتی است که آفرید آسمان ها را، و الارض، زمین را، و انزل من السماء ماء، و فرود آورد از آسمان ماء، آب را، فاخرج به، پس بیرون آورد، به به واسطه امو آب، من الثمرات رزقا لكم، از میوه ها روزی برای شما. الله معبود بر حقی که ببینی ایره حصر میکنه. الله الذي خلق السماوات والارض، خلق الله السماوات والارض نگفت، الله این کل آسمان ها زمین ها چی که میگه؟ الله الذي خلق السماوات والارض، ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، آفرید آسمان ها را، و الارض، زمین را، و انزل من السماء ماء، و پایین کرد از آسمان آب را. آب را بر پایین کرد، عجیب پایین کرد. شیرین است، ما میگیم شیرین است، آب شیرین است، نیکه شیرین است، بی رنگ، بی بوی، بی مزه، اما تو چیز بر پایین کرد. نه رنگ دارد، نه مزه دارد، نه شیرینی دارد، نه تلخی دارد. اگر این آب یکی از این چیزها را می داشت، نه ما رنگ می دیدیم و نه مزه می داشت. این چه رقم چیزی است که الله متعال نصیب ما شما کرد؟ همه چیز به واسطه از این آب زنده است و نتیجهش هم می بینیم. اما آب را کل درختان می خورد، میوهش متفاوت، هر چیز توسط اسی است. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، پس بیرون کرد با واسطه از این آب، من الثمرات، میوه ها، رزقا لکم، روزی برای شما، برای شما روزی. ببین سگ نمیفهمه که بادام چطور بشکنن، و حیوانات که کله را میتی که پوست مستش میخوره، توی را میفهمی این نعمت های گوارا و عجیب و غریب را. و سخر لکم الفلک، و رام ساخت برای شما الفلک، کشتی را، لتجری فی البحر بامری، تا برود در دریا به حکم او. این کشتی غرق نمیشه، به هزارها کانتینر در بینش است و این نمیشه، ولی اون تیره را برمی‌دارد. و سخر لکم الانهار، و رام گردانی برای شما جویها را، هر طرف که ببری او میرود. اگر ای آب در کو ذخیره نمیشد و کو خاصیت اسفنج پیدا نمیکرد، ایره یک دفعه اعلام میکرد، همیشه سیلاب ما را میبرد. آب را نگاه میکنه، اسفنج وارد، کم 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 به ما میره. باز هر طرف که ما جوی تیر میکنیم به اون طرف میره. اگر ایده چقری میبود و ترکمبر از کجا میکردی که باز برد پیدا میشه؟ شاید عجیب است. و سخر لکم الانهار، و سخر لکم الشمس و القمر، رام ساخت برای شما الشمس، آفتاب را، بیش از 300 چند زمین ماست. چگونه میکرد و چه شکل بر ما روشنایی خود را میده، چگونه ای اتمسفری را به ما تصفیه میکنه. و القمر، مهتاب را، توسط از این میوه میگیریم، ما را توسط از این مهتاب پیدا میکنیم. دائبین، همیشه حرکت کننده، همیشه حرکت کننده، ولی یکی با دیگر تکر نمیکنه.
همیشه حرکت کننده ولی از مسیر خود منحرف نمیشه. همیشه حرکت کننده برای تو پیام آور و زیبا. و سخر لکم اللیل و النهار، و آرام ساخت برای شما شب و روز. شب و روز رو برات آرام ساخت. کلگی شب که میشه یک جا میشه با پدر و اولادا و اینها. و آتاکم من کل ما سألتموه، داد شما را هر آنچه که از او طلب کرد. من کل ما سألتموه. آلی بیاین در اینجا فرتان شدن. از خدا چیزی که خواستی الله برات نداده. فکر کنین والله به کل ما قرضدار هستیم. چیزی که شما از الله خواستین الله براتون داده. بسر ما مشکل ما ایست که دمو جایی که برسیم باز فراموش میکنیم، دیگه چیز باز میخوایم، باز دیگه چیز باز میخوایم، فراموش میکنیم. ما خود چندین نفر میشناسم که وعده کرد اگه خداوند متعال با ما اتو کرد باز ما انتو میکنیم. همون جایی که پیسې رسیده باز دیگه فراموش کرد. الله از خاطر میگه شما فراموش کردید، ما فراموش نکرد. و ان تعدوا نعمت الله، و اگر بشمارید نعمت الله را، لا تحصوها، شمار نتوانید آن را، لا تحصوها. و ان تعدوا نعماء الله نگفت، نعمت های خدا را، گرچه مصدر به معنای تعدد میتونه جمع عنوان باشه، ولی یک رمز دیگر اینجا علمای تصوف میگه هر نعمت من حیث نعمت برای تو گشایش صفات الهی را میده. هر نعمت من حیث نعمت اتو فردی حساب شد. و این تعدوا نعمت الله، اگر یک نعمت خدا را پیش رویت بگذاری چنان راه های وصل را برای تو به معرفی میگیرد لا تحصوها، که شمارش کرده نمید. یک نعمت و تا مثلا شما یک شیر را پیش رویتان بگذاری، شیر یک نعمت الهی است. ولی دمی فکر بکن که به چه شکل خدا را به تو معرفی میکنه. قرآن کریم میگه که لبنا سائغا خالصا، چه رقم خالصه؟ لبنا سائغا شیر یک نعمت الهی است. این در مابین همین گندگی و فاضلات یک پردگکی است، پرده بی نهایت نازک. در اینجا شیر است، در اون طرف فاضلات. شما باور بکنین یک کمک از این فاضلات در مابین یخچالتان بانی نقایه کن، کل یخچال بوی میگیره. ولی این اردویش یک پرده است، از اینجا بوی انتقال نمیشه. صحیح شد؟ باز که بیرونش میکشی از این شیر چقدر چیزا جور میکنی، خودش هم میخوری، قروتش، ماستش، چکش، اما تو دوغش حساب کرده برو. اگه این را باز خلط بکنی چقدر چیزا رو میگیری. یعنی کل نعمت هایی داشت. این کلش در خدمت تو قرار داد، کلش در خدمت توست. از این خاطر است که ما او روز گذشته بر شما عرض کردم که علمای تصوف یک تعبیرات را دارن به نام سیر الی الله، فی الله، بالله، مع الله، و پنجمش میگه فنا فی الله. سیر الی الله همانا حرکت یک انسان است و تحقیق و تفکیر در نعمتهای الهی. نعمتهای خدا را که پیش رویت بگذاری، پس بگو تو چیکار هستی؟ خدا یک نعمتها رو بر تو داد. وقتی که نعمتها که حساب میکنی که از حساب میبرد، که برآمد شرمت میاد، به خداوند متعال از دلت انتقال پیدا میکنی که بری اونجا پشتکیای از گناه هست، باز میگه خدا میره برام ببخش، باز میگه با استغفار میاد. اینو میگم سیر الی الله. وقتی که این حالت تیر شد، دوم حالت شروع میشه، سیر الی الله فی الله. میخوای به خدا نزدیک شوی، فی شریعت الله، شریعت خدا دیگه قبول بکن، در روشنی شریعت الهی برو. وقتی که به شریعت الهی رفتی، مرحله دیگه شروع میشه که تو باید اما احسان الهی را باید قبول بکنی، غاور نشی، متکبر نشی. این نقاطی است که در میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شکرانه امین نمازی که شما میخوند در کجا اداش کردید؟ الله شاهد است. همین صبحی ما نماز خواندیم، بسیار لذت داشت برام. کاکای مامورم بود، برش گفتم نماز بسیار مزه داشت. گفت بسیار مزه داشت. خدا سبحان الله، الله قسم بمین کل دنیا یک طرف، یک نماز صبح دیگه چیز. ما باید من حیث یک مؤمن
لذت ایمان در این است که از عبادت الله لذت ببری، از تلاوت قرآن لذت ببری، از مجلس الهی لذت ببری. این بهترین زندگی است، بهترین زندگی. و فکر میکنیم که اصل نعمت هم شاید همین بوده باشه. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. هر انسان بسیار ستمگار و ناسپاس است، بسیار ستمگار و ناسپاس است. هم ظلم میکنه، نعمت خدا را در غیر موضوع استعمال میکنه. هم بسیار ناسپاس است که کمک سختی سر شما چی میگه؟ اعاذنا الله تعالی، خدا ما را دیده، ما هم پدر در روی خود میزنیم. لظلوم کفار، ناسپاس هم است. الله متعال ما شما را توفیق هدایت نصیب بکن. الله متعال ما شما را حفظ بکن. توفیق مزید عبادت الله متعال نصیب ما بکنه. و رب العالمین توسط ما خیر را جاری بکند. کشور ما را الله متعال آرام بکند. اخوت و برادری را الله نصیب ما بکند. عقیده ما را الله نیک بکند. از فتنه های آخر زمان رب العالمین ما شما را مسئول داشته باشد. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در اخیر عمر خداوند متعال بر زبان ما جاری داشته باشد. رب العالمین ما شما را رسوان سازد. رب العالمین به لطف کرمش عیوب ما را ستر بدهد. مشکلات دنیا و آخرت ما را الله حل بکنه. اولادای ما را خداوند متعال صالح بکنه. رب العالمین اولادای ما را خیر نصیب بکنه که بتانند به اسلام ما عزیز بوده باشند، به اسلام پیششان عزیز بوده باشند. خداوند متعال خیر را نصیب ما بکنه. والدین ما را الله ببخشد. خداوند متعال درجاتشان را بلند بکند. مشکلات همه مسلمانان را الله حل بکنه. الله متعال بدبختی که با امت اسلامی را آورده به لطف کرمش از ما بردارد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.